تصاویر روز عاشق‌های غزال نایت با دوست پسر عربیش، معلوم شدن تاریخ نامزدی غزال نایت با پسر عربی، دلیل رفت آمدهای غزال نایت به کشور دبی چی بوده است؟ شوهر اول غزال نایت کیست؟ آیا با واقعیت غزال نایت از شوهرش طلاق گرفته یا خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. غزال نایت هنرمند خوش صدا، ناماشنا و محبوب افغانستان است که بیشتر از یک دهه می شود کارهای هنری خود را به طور حرفه‌ای در افغانستان آغاز کرد، اما بعد از رفتنش به کشور کانادا نزد استادان ایندی شاگردی کرد و هنر موسیقی را مسلکی آموخت. غزال نایت در اصل از ولایت زیبای لغمان ولی تابعیت کشور کانادا را دارد. غزال نایت در کشور ترکیه زندگی می کند و از آنجا سفرهای متعددی به سرتاسر جهان داشته، بالخصوص کشور دبی. این روزها تصاویر غزال نایت در صفحات مجازی درز کرده است که وی با یکی از پسران پولدار عربی در رابطه عاشقانه است و قرار است تا چند روز دیگر محفل نامزدی غزال نایت با این پسر عربی برگزار شود. این همه در حالی است که غزال نایت همسر اول رجا رایش بوده است، اما تاکنون دقیق معلوم نیست غزال نایت از شوهرش رجا رایش طلاق گرفته یا خیر. رجا رایش یک ماه قبل به کشور استرالیا رفته است و در کشور استرالیا در جدیدترین برنامه‌اش که با یلدا علی داشته است شکایت‌های از عشقش غزال نایت داشته است. وی تا کنون مجرد می باشد و تصمیم ازدواج دوم را ندارد، ولی هر کس خودش می داند تصمیمات زندگیش. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان آرزو دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.